روز به پایان با همه شما مخلصان عزیز تلویزیون فوتبال. اینک درباره دسته بارسلونا خبرهای نو داریم. رفتیم دسته بارسلونا لگیونرهایش را که در منتخب برزیل بازی میکنند برای راه یافتن به دور فینالی کوپا امریکا تبریک کرد. اما پیشوایشان که با منتخبش محض از دسته برزیل شکست خوردن و از ادامه رقابت در این مسابقه محروم شدن، تنها همین را گفت که دل شکستن نباشد. سامانه رسمی باشگاه بارسلونا آرتور ملو و کاوتینیو را که در منتخب برزیل بازی میکنند برای به فینال رفتن تبریک کرد و مسی را گفته است که پرقوت باشد. باشگاه بارسلونا بر آن قرار آمد که از یومتیتی خلاص بشود. این در حال است که خود یومتیتی خواهشی از دسته رفتن ندارد، ولی رهبریت به خواهش او کار ندارند. البته دیروز معلوم شد که رهبریت باشگاه بارسلونا نرخ او را در بازار ترانسفری معین ساختند و گفتند هر کس خواهش خریداری او را دارد مرحمت. پیشتر برای یومتیتی را خریداری کردن دسته‌های یوونتوس و منچستر یونایتد مبارزه می‌بردند، اما حالا خاموشند. کوین پرینس بواتنگ از دسته بارسلونا می رود. این در حال است که بواتنگ همگی 4 مرتبه در دسته بارسلونا بازی کرد و خلاص. همین زمستان او به طریق اجاره به دسته کاتالونیا آمد و الکی مهلت اجاره خاتمه یافت و او به دسته سابقش ساسولو برمیگردد. این را خود او در صفحه اینستاگرامش گفت. او گفته است که امروز خاتمه یابی بهترین روزهای من است. رحمت برای آنهایی که برای چند روز در بارسلونا ماندن خدمت کردند. بارسلونا الکی روزی نمایش یا خود پرزنتاسیون گریزمان را معین کرد. مخلصان هر روز در این مورد سوال بارون میکردند. اکنون شما را میباید چند روزه که دیگر توقف کنید، چون که گریزمان را روز 11 ایول نمایش یا خود پرزنتاسیون میکنند. همه انتظار برگشت نیمار به بارس هستند. خود او نیز همین خیل. او تا حدی نمیخواهد در PSG باشد که حتی راضی است همچون اجاره از دسته بارس در دسته فلامنگو چمپیونات برزیل بازی کند. این را رسانه‌های اطلاعاتی اروپایی نوشتند. نیمار گفته است که اگر مرا دسته بارسلونا برگرداند، من تیارم 1 سال به طریق اجاره به دسته فلامنگو برزیل روم. دیگر در این باره سوال ندهید، چون در باره گزارش چیز معلوم نیست. احتمالیت نگذشتن نیمار با بارس 80% است. در اون نرخ نیمار بارسلونا 10 نیمار دیگر میگیرد. دلیکت با بارسلونا نرفت. این در حال است که او و اگنت او مینو رایولا دسته یوونتوس را انتخاب کردند. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.